سلام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. انشالله خوب صحتمند باشین، دعا از گزند روزگار در حفظ امان خداوند باشین، همچنان طاعت عباداتتان قبول باشه. ما شبانه روزی تلاش میکنیم که بتانیم خانواده هایی رو پیدا کنیم که به کمک ضرورت دارند. عده‌ای از خانواده ها را شما عزیزا معرفی میکنین که برین، ما میریم تحقیق خودم میکنیم، پرسان میکنیم از این طرف و طرف. اگر واقعا گمان زنی ها به این بود که اینا ضرورت دارن، میریم پیشتر باز از خودشان هم پرسان میکنیم. اینجا اتاقی است که من نشستیم، سقف این اتاق متاسفانه در حالی که خانه کرایی بوده، بر بالای این خانواده هم در یکی از بارانهای شدید فرو میریزه در همین نزدیکی ها. بنابراین در کنار ما یک دخترک چوچه‌ای خانواده یکی همون طرف و مادرشان هستند. پرسان میکنم بیشتر ببینم اینا چه ضرورت دارن و این سقف خانه چه وقت فرو ریخت. مادر جان خوب هستین؟ سلام، چطور است؟ خوب هستی؟ زنده باشین. انشالله که این حادثه خوب بخیر تیر شده است. چه رقم چند بجه شب بود، روز بود که سقف خانه پایان گرفت؟ این صبح کی بود؟ 5 بجه دو شو که باران بود. 5 بجه بود که صبح کی خیستیم بخاری را بل کردیم که بر نماز او گرم میکردیم دیگه. خانه سرما دیگه یک دفعه افتاد کلوش تکه ما خواب بود که بچه ما اوگار شد و بردیم ال شفاخانه است. افتاد سرما خود ما ویجه ما اوگار شد که کل ریزه ما افتاد سرش کل ریزه اوگار شدن. خب کشیدیم ریزه را بردیم دیگه. خدای پاک وقت تیر کرد، روز شب تیر کرد دیگه. صبح 5 بجه صبح روز خدا تیر کرد دیگه. پدرش که بچه من در شفاخانه بستر است، خود ما نه در ڈاک پیدیم، هیچ چیز نداریم، نه چای داریم، نه بوره، نه در خانه چیز داریم. اینی لوٹ کاکاس اینی را سودا میکنیم. پدر از اینا همین چیزا را سودا میکنه؟ اینی پیش نمی چیزا را سودا میکرد. آلی دیگه رفت از در شفاخانه است دیگه. آلی نمی تو ششتیم دیگه. خود ریزه خود میدیم سودا میکنه که یک چیز بر افطاری بر خود پیدا کنیم. هیچ چیز نداریم. شبا افطاریتان باز چطور میکنین؟ خودتان پخته میکنی چیزی یا همسایه ها میارن یا بچگکایت میاره؟ چی رقم؟ یک بار بچه ما بود تورم اوگاه شد در شفاخانه بستر است، پدرش کش است دیگه. یک چیز همسایه یک چیز بده، این دختره خود روانی میکنیم یک چیز از خانه بیاره دیگه. این که زور افطاری میکنیم دیگه. هیچ چیز نداریم در خانه دیگه. چی کنیم؟ این خانه از خودتان بوده که یا کرایی؟ نه از خانه کرایی، از خود خانه چیز هم نداریم، خانه کرایی است. آلی هم کرا میگیره در حالی که چتش خوب پایان میره؟ خود افتار سو روز ما آمده بود میگه کرا بدی در 2 ماه سر ما کرا چپش دست ندادیم. خب آدم ایران میمونه در طور یک وضعیت چی بگوه؟ یعنی از کدام؟ از اون زنای بیوزن مظلومه که برای یتیمایشان چیز ندارن، از این چنین خانواده هایی که پدر خانواده به نوع می برای که کار بکنه باز خانه میایه لب خشک میایه و فرزندانش با خانمش در داخل خانه انتظاری است دیره دارن که گویا شب میشه و پدر خانواده هم چیزی حتما با خودش میاره. سقف خانه هم باز فرو بریزه، تعدادی از فرزندا و شوهر همچنان همه زده و زخمی شوند. کرایه خانه هم مالک خانه بیاید پشت کرایه خانه تو پول نان خوردنت نداشته باشی، باز کرایه نشین باشی و پشت کرایه هم بیاید. یعنی در این طور یک شرایط وقتی خود آدم قرار میته میبینه که بسیار دشوار است، واقعا دشوار است. امی خداست که اینه به نحوی یک تعداد مردم را در جاهای مختلف کره زمین خدا دوستشان داره. امون دوستای خدا میگه برو به یک انسان در کره زمین خدمت کو، کمک کو، دستش بگی. رفت دیده شما فکر کنین نال یک خانواده از کجا کمک میفرسته و این میایه در افغانستان. ببین تقدیرات الهی را به کی میرسه. خب پول نقد خوب است برات یا مواد خوراکه برات خریداری کنی؟ نه خوب است، بیار که مثال کره خانه خودم بدیم دیگه و بچه ما بستر است از روم دوای داروش کنیم خوب شوه. خدا مهربان است. خب قرار بود که ما یک مقدار مواد خوراکه خریداری کنیم به یک خانواده که ضرورت داره ببریم. یک خواهر ما از آلمان به نام میلاد جان احمدی پول فرستادن و گفتن که ضرورت یک خانواده حالا با مواد غذایی خریداری شود رفشه. ولی وقتی که پول نقد باشه من فکر میکنم تمام ضرورت های خود اولیه را که تقسیم بندی میکنه خانواده که کدام ضرورتش خیلی اول از برش میره اونمو ضرورت خود رفع میکنه و ما هم تلاش میکنیم که اونمو ضرورت های اولیه یک انسان پوره شود که ابتدایی است به اصطلاح و در مجموع رفع کردن ضرورت یک انسان مقصد ما و شماست. خب ما
میگم که امیر پول نقد تسلیم بکنیم خوب است. اونا به مبلغ 7500 افغانی فرستاده بودن. من همین 7500 افغانی را تقدیم این خانواده میکنم. انشالله که هم بچه‌کشان تداوی شوه، هم به صلاح خودشان اگر کدام داروی چیزی ضرورت داشته باشن بگیرن. حتما صدمه دیدین دیگه. و همچنان یگان مواد خوراک و تورایشان چند روز رمضانشان انشالله خوب تیر میشه با امید خدا. خب این مادر جان، 1000 این 2000 این 3000 این 4000 این 5000 این 6000 این 7000 یا 7500 افغانی مکمل پول تسلیم این خانواده کردیم. چی گفتنی داری این حاله؟ زنده باشه، خیر ببینه که ما کمک میکنه که غریبه. خدا خیر برکت بدیشه. اولین کاری که میکنی کتش چی میخری نمیال؟ این نمیال دیگه. اول ترین نیست که بچه ما برم شفاخانه که بچه مجور شود، دارو دوی زوره کنم. بعد از او چی میکنی؟ از او طرف که بی؟ از او طرف که بیم دیگه یک چه بر روزماتی بگیریم دیگه، دعا کنیم که خدای پاک دنیا و دنیا را خوب کنه که ما کمک میکنی یک چه برخانه بگیریم. سلامت باشین، زنده باشین هموطنای گران قدرم. تشکر میکنم از اینکه برنامه را تماشا کردین هموطنای عزیز. همچنان تشکر از اینکه ما را مورد اعتمادتان قرار میدهین. ما حتی شاید هم گفته باشیم در لابلای برنامه که نه تنهایی که خود ما تلاش بندگی خودم میکنیم، از خدا هم شب و روز تقاضای ما است که خدایا او خانواده هایی که واقعا ضرورت دارن به ما معرفیش کو، به ما نشان بده. ما خو به اندازه بندگی میفهمیم، تو به اندازه خداییت لایتنایی میفهمی، به ما معرفی کوشه. سربلند و پیروز و با عزت باشین. تا یک برنامه دیگر همیتان به الله پاک و منان میسپارم. خدا یادتان نره.